فقط هوای شهر آلوده است، تابستون به فالوده است. کوچه هامون تغییر کردن ولی خاطرات بامون هست. دیگه چایی مسکن میبرم، آرامش روی بابونه است. بهم میگفتن هیچ گویی نمیشی ولی حاجی یه دیوونه است. شروع کردم از جدول، زدم از خونه بیرون، نگفت بودی برگرد. این من بودم که از اول دنبال برد بودم، که قله کاشم پرچم من نرفته بودم ولی برگشتم. یکی دوتا نبودم، بودن نفش 10 نفر کردن از پیش منم عقب کرد. منم پر رو دویدم سمت هدفم. کار زیاد به خونه شبی نرسیدیم، دست گل بابا تو کوچه پلاسیدیم. انتشار تو کار با اینکه سواری نیست، نه حراسی نیست، وقت تلافی نیست. لش پر رو گستاخ، پر تجربه در حد استاد. من بودم هیچ الگوی خاصی، این دیکوره رو کردم روستا. به خودم اومدم و کردم دورم و نگاه، دیدم زمان و فرصتم هی میره نگاه. کلی با خودم حرف میزدم جلو آینه، گفتم نکش عقب کار خوب وای بش. چرا چند سال سکوت چه برای من؟ اینایی که می‌نویسم باشه حلالم. چرخیدم دیدم همه پشتم سوارن، همه کارایی نکرده باشه برای من.